هر روز تو یه انتخاب میکنی، انتخاب بین 2 از نسخه خوده، 2 مسیر، 2 سرنوشت، 2 انتخاب کاملا متفاوت. من این 2 نسخه رو براشون 2 اسم گذاشتم، یکیشون آلفا و اون یکی اش. امروز اونا رو میخوام بهت معرفیشون کنم. بذار بگم، آلفا صبح زود بیدار میشه و قبل از اینکه ساعتش زنگ بخوره خودش بیداره و ساعتش خاموش میکنه و اصلا به آلارم نمیرسه. حالا اولین کاری که میکنه ذهنش رو تغذیه میکنه، مثل کتاب، مثل پادکست یا مثل تمرین ورزشی، چون اون میدونه کارهایی که الان انجام میده و عادتهایی که الان میسازه مردی رو شکل میدن که قرار فردا بهش تبدیل بشه. البته تو همین حین اش هم بیدار میشه، ولی دکمه اسنوزو میزنه. 5 دقیقه بعد، 10 دقیقه بعد، 1 ربع، 1 ساعت، تمام این اتفاق برامون افتاده که ساعت گوشیمون رو میزنیم میگیم 5 دقیقه بذار بیشتر، 10 دقیقه بیشتر. این کاری که اش میکنه. البته بالاخره بیدار میشه و اولین کاری که میکنه مثل همیشه گوشیشو برمی‌داره، شروع میکنه توی فضاهای مجازی گشتن، مثل اینستاگرام و تیک تاک یا کلی اپایی که هست. شروع میکنه اسکرول میکنه، لایک میکنه، اسکرول میکنه، لایک میکنه، یه پست دیگه، یه ویدئوی دیگه، میگه این آخریشه، ولی یه دونه دیگه این آخریشه، یه دونه دیگه. چیزی که هی به خودش میگه که خب فقط چند، ولی چند دقیقهش تبدیل میشه به چند ساعت، چند ساعتش چند روز. همین جوری روزاش میگذره. حالا بذارید اینو بگم، آلفا هم این چیزا رو میبینه، ولی آلفا فقط محتوا رو مصرف نمیکنه، خودش اونا رو انتخاب میکنه و اون تعیین میکنه که چه چیزی وارد ذهنش میشه و در اصل اون به الگوریتمش میگه که چی برای من مفیده، چون ازشون میخواد یه چیزی یاد بگیره، به دانشش یه چیزی اضافه بشه یا یه کاریشو جلو ببره. این حتی افرادی رو دنبال میکنه که براش الهام بخشن، میتونن به چالش بکشنش. میدونی چرا؟ چون فضای مجازی برای آلفا مثل ابزار میمونه تا خودش رو آپگرید کنه و اینکه از همه مهمتر الگوریتم براش تصمیم نمیگیره، اون خودش الگوریتم خودش کنترل میکنه. ولی بذار دوباره برگردیم به اش کسیه که الگوریتم کنترلش میکنه، چیزایی رو نشونش میده که میخواد و کلی سرگرمی بدون هدف، کلی ترند ویروسی که با یه بشکن میان و با یه چشم هم زدن نیستن. اون همین جوری اسکرول میکنه با ذهنیت اینکه داره الان استراحت میکنه، داره به مغزش آرامش میده، اما در واقع فقط خودش و ذهنش رو بی‌حس کرده و توی یه هزار توی پر از ویروس گم شده و البته جایی که هیچ راه خروجی نداره و همیشه یه لحظه‌ای هست که میاد همه ما به خودمون نگاه میکنیم. آلفا و اش هم همینطور. لحظه‌ای که اش توی آینه به خودش نگاه میکنه میگه که وقتم کجا رفت، امروز چی کار کردم. اما زمانی که آلفا توی آینه به خودش نگاه میکنه تمام پیشرفتایی که اون روز انجام داده از جلوی چشاش رد میشه و به خودش افتخار میکنه. آهسته است ولی قدم به قدم میرسه به چیزایی که همیشه دلش میخواسته، برای هدفهای بزرگترش میجنگه. قدمهای کوچیک، آروم آروم، ولی بدون توقف. چون آلفا تمام کارهایی که کرده، تمام کتابایی که خونده، تمام چیزایی رو که دیده، تمام تلاشایی که کرده همشون واقعی بودن و اونو تبدیل میکنه به یه چیز بزرگتر، چون آلفا برای خودش هدف داره. حالا میخوام ازت بپرسم، به نظر تو آلفا داره باهات زندگی میکنه یا اش؟ چون حقیقت اینه، تک تک ماها یا آلفا و اش کنارمون داریم. تصور کن آلفا الان اینجا وایساده، اش الان اینجا وایساده. بذار اینو بهت بگم، چون تو هر باری که گوشی تو باز میکنی، هر چیزی که مصرف میکنی، هر کاری که میکنی، هر روز، هر ساعت، هر دقیقه تو داری انتخاب میکنی و اون چیزی که انتخاب میکنی ثمره چیزیه که با آلفا یا با اش صحبت کرد. اینا بهت گفتم، یک کدومش بهت گفتن تو بهتره که امروز از خواب وقتی بلند شدی شروع بکنی نرمش کردن، حتما آلفا داره باهات صحبت. ولی وقتی دیدی ساعت گوشی تو هی قطع کردی، چند دقیقه چند ساعت هی بیشتر، قطعا داری با اش صحبت و اون بهت این انتخابا رو داده. مثل همیشه با هر انتخابت یا تیزتر میشی یا قوی‌تر، یا بیشتر استرس میگیری و سرگردون میشی و نمیدونی داری چیکار. ولی یه خبر خوب دارم برات.
خبر خوب اینه که کنترل این دو نفر دست خودت و تو میتونی از امروز تصمیم بگیری که با کدومشون رفیق باشی و حرف کدومشون گوش بدی. فقط یه چیز میخوام بهت بگم، تمام چیزایی که دارم بهت میگم همشون از تجربه و چیزاییه که من به شخصه تجربهش میکردم و اتفاقایی بوده که برای من افتاده و حتی آلفا و اش کسایی هستن که با من تا همین الانش زندگی کردن. برای همین دوست دارم چیزایی که برای من اتفاق افتاده و تجربه‌هایی که من دارم و با در میون بذارم، مثل برادر یا مثل رفیق. پس بذار بهت بگم از همین الان شروع کن و ذهن تو برای یه هدف خیلی بزرگ آماده بکن. قراره با هم دیگه به اون هدف برسیم. این هدف برای من و تو کاملا یکسانه. میدونم خیلی همون هدفهای مختلف داریم ولی این یه هدف با من و تو یکسانه. این چیزی نیست جز اینکه بتونیم برای همیشه آلفا رفیق بمونیم. پس همین الان شروع کن و آلفای درون خودتو بیدار کن. پدر من همیشه یه جمله میگه که تو ذهن من مونده و این جمله رو برای همیشه به یادمون میسپاریم. اون میگه که همیشه یا یه راهی پیدا بکن و یا اینکه اگه راهی پیدا نکردی یه راهی بساز. ممکنه همیشه اون راهو پیدا نکنی ولی میتونی بسازیش. الان با هم دیگه موفق باشی.